کارمندان ریاست معارف ناحیه فیض‌آباد در روزهای تجلیل از جشن فرخنده 33 سالگی استقلالیت دولتی صاحب تحفه‌های ارزشمند و ایدانه گردیدند. یک زمره مؤسسه‌های نوی تعلیمی که با راه اندازی تدبیرهای آبادانی و سازندگی با استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی از روی نقشه تحریزی گردیده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فیض‌آباد بنیاد گردیدند، در روزهای جشن 33 سالگی استقلالیت دولتی افتتاح کرده شدند. مؤسسه نوی تعلیمی دوآشیانه در کوچه دوستی ناحیه فیض‌آباد از روی لایحه دوام 2 سال ساخته شده، امروز از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه مورد بهره برداری قرار داده شد. مؤسسه نوی بنیاد گردیده دارای 8 صنفخانه نوی تعلیمی بوده، در آن فرزندان کوچه های به نام میرزا ترسونزاده و دوستی به تعلیم و تربیه فرا گرفته می شوند. گذشته از این فرزندان ساکنان کوچه های میرزا ترسونزاده و دوستی با سبب در محله نبودن مؤسسه تعلیمی مسافه 4 کیلومتر را طی کرده برای از بر نمودن علم و دانش به مرکز ناحیه می رفتند که برای رفت آمد خوانندگان خیلی دشوار بود. در برابر ساخته مورد بهره برداری قرار دادن انشاءات تازه بنیاد با کمک و دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فیض‌آباد انشاءات نوی تعلیمی با میز و کرسی و لوازمات ضروری تعلیمی پورا تامین کرده شد. با بنیاد انشاءات نوی علاوگی تعلیمی زیاده از 900 نفر خوانندگان در صنفخانه‌های برهوا به تعلیم و تربیه فرا گرفته می شوند. توجه به ساحه معارف و در روحیه وطندوستی و خویشتن‌شناسی و گرامی داشتن ارزش‌های ملی تربیت نمودن نسل نورس هدف اصلی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فیض‌آباد می باشد. با سهم ساکنان و مردان سخاوتمند در مهلت معین گردیده با ساخته به استفاده دادن مؤسسه تحصیلات ابتدایی در دهه شکوری ناحیه نسل نورس از دهه دور نرفته در جای سکونت خود به تعلیم و تربیه فرا گرفته می شوند. روحیه ایدانه و ارمغان نوی تعلیمی را ساکنان و آموزگاران و خوانندگان دهه زرکمر ناحیه امروز شرفیاب گردیدند. بنای نوی تعلیمی که در روزهای تجلیل از جشن 33 سالگی استقلالیت دولتی در دهه زرکمر مورد استفاده قرار داده شد، برای بهتر نمودن صفت تعلیم و تربیه نسل نورس مساعدت می نماید. در ناحیه فیض‌آباد در روزهای جشنگیری 33 سالگی استقلالیت دولتی در مجموع 4 مؤسسه نوی بنیاد گردیده مورد استفاده ساکنان قرار داده شد. با استفاده دادن بناهای نوی تعلیمی که در مجموع برای 1000 نفر خواننده بنیاد گردیدند، صفت تعلیم و تربیه نسل نورس در ناحیه فیض‌آباد مطابق به طلبات امروزه گردانیده می شود. محمد علی عبدالکریم شهباز غلامزاده، فیض‌آباد اخبار.